أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظیم. هر کس که از اهل ایمان کار شایسته ای انجام دهد، چه زن باشد و چه مرد، او را در فضای زندگی پاکیزه ای حیات می بخشیم و آنان را به نیکوتر از آنچه که عمل کرده اند پاداش می دهیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت هر یک از شما مهمانای عزیز و اشتراک کننده های عزیز در کنفرانس امروزی و مهمانان معزز. امیدوار هستیم که همگی شما در صحت و عافیت همراه فامیلای خود و دوستان خود به سر ببرین. حضور شما خوش آمدید عرض میکنم و امیدوار هستم تا آخرین لحظات کنفرانس امروزی در کنارم حضور داشته و از گفتگوها، صحبتها و همکلامیها و مشارکتهای امروز بهره ور بشه. آیت مبارکه‌ای که در ابتدا خوانده شد، آیه 97 سوره مبارکه نحل، یکی از 10 نمونه‌ای هست که الله متعال و مهربان و عادل در کتاب پاک خود آورده و نشانی هست بر این که تمام انسان‌ها صرف نظر از اینکه زن هستند یا مرد و صرف نظر از ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی که خداوند به اونها اعطا کرده، او افراد میتونن که با تکیه بر یک باوری محکم و تکیه بر عزمی راسخ و اراده‌ای مستحکم به زندگی در زندگی خود به تلاش و تکاپو بپردازند، زندگی خود را بهبود ببخشند و همچنین بر زندگی دیگران، اطرافیان خود و هم نوعان خود بر ارتقای سطح زندگی دیگران هم تلاش کنند. همه انسان ها صرف نظر از زن و مرد میتونه که برای سودمندی برای جامعه خود تلاش و کوشش کنه و به مردم خود خدمت کنه و در راستای ارتقای مادی و معنوی جامعه خود تلاش کنه. نسل ما نسل هست که سالها، ماهها و روزهای میگذرانه که از بودی و از یک لحاظ همانقدر که پیشرفت تکنولوژی، ابزار سهولت و آسایش انسانها، تخصصگرایی و پیچیدگی از ذرات زمین گرفته تا دل کهکشانها را شکافته و باز کرده، اما به همون اندازه در همین سالها، ماهها و روزها بی‌عدالتی، ظلم، دیکتاتوری، ظلم و محرومیت، جهل و تعصب هم میتونیم ببینیم که در جای این کره خاکی وجود داره و موج میزنه. از کشور عزیز ما افغانستان گرفته تا حتی غربی ترین کشورهای غربی، از فلسطین گرفته تا شمال اروپا یا جنوب آفریقا فرق نمیکنه. ما من حیث جمعی از زنان افغان و جمعی از زنها به حیث عمومی و به شکل فردی هر یک از ما من حیث یک بانوی افغان که با درد آشناست، با حفظ هویت خود، با حفظ ارزش‌ها و فرهنگ خود، با تکیه بر یک دورنمای روشن و امیدوارانه در سال گذشته با هماندیشی و مشارکت ورزی در کنار هم جمع شدیم و کنفرانس برگزار کردیم به نام بگذارید دختران افغان درس بخوانند و در کنار از او بعضی از برنامه‌ها و کمپاین‌ها به خاطر حساسازی و آماده سازی از هم و ایستادگی و همچنان برای دادخواهی به موضوع حقوق زنان افغان، خصوصا مسئله تحصیل، برای انداختیم. سال گذشته در کنفرانس بگذارید دختران افغان درس بخوانند که در اول جنوری 2023 دایر شد، تعداد کثیری از خانم‌ها در کنفرانس زوم از داخل و خارج افغانستان با خود داشتیم و همگی همنوا و همصدا پایفشاری کردیم و تاکید کردیم بر اهمیت و جایگاه حقوق زنان. در جلسه صحبت کردیم که آثار و عواقب محرومیت زنان و دختران در افغانستان از تحصیل چه میتونه باشه و بعداً به این موضوع اشاره کردیم با استاد ما رو صحبت کردن که از دیدگاه اسلام حقوق زنان خصوصا مسئله آموزش و تحصیل چقدر برجسته هست و به این مسئله توجه شده و بعداً
خواهر دیگه ما صحبت کردن در مورد ای که جنبش های زنانه در کشورهای شرقی و اسلامی چگونه شکل گرفته و آنها چه دستاوردهایی در طول تاریخ، خصوصا تاریخ معاصر کشورها داشتند. در اخیر کنفرانس ما با پای صحبت ها، نظرات و ایده های خواهرای خود نشستیم و مهمانان ما تقریبا بالعموم بر این نکته تاکید و پایفشاری داشتند که ما میتونیم از راستای ایجاد یک جنبشه که خانم ها و خواهران من حیث متحدانه در کنار هم یک جای بشن و به مشکلات خود بپردازن، بر حل اونها بپردازن و به شکل منظم و سازمان یافته کار کنن. ما ضرورت داریم صرف نظر از هر نوع از تعصبات، صرف نظر از هر نوع جهتگیری ها، ولی هم نوا هم صدا با یک عقیده و فکر و در یک راستا کار کنن. و الحمدلله به لطف خدا و همگاری تعداد زیاد از شما عزیزایی که امروز اشتراک کردین، ما تونستیم که حرکتی به نام حرکت زنان افغان برای افغانستانی آباد ترتیب بدین و ایجاد کنیم. حرکت زنان افغان برای افغانستان آباد نتیجه کنفرانس سال گذشته ما بود که به شکل خودجوش و رضاکارانه به ابتکار زنان تعدادی از خانم‌ها و دختران مقیم در داخل و خارج از افغانستان راه اندازی شد. این مجموعه یا این حرکت به نحوی در پاسخ به بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌ها در قبال زنان و دختران در افغانستان راه اندازی شد و از هیچ جناح سیاسی، قومی، مذهبی یا زبانی نمایندگی نمیکنه. این حرکت با نظر داشت اصول اسلامی و فرهنگی بدون هیچ گونه تبعیض برای تامین حقوق تمام زنان افغان تلاش میکنه و حرکت تا حال در بخش‌های مختلف دادخواهی، علمی فرهنگی، آموزشی، نشراتی و برخی از فعالیت‌ها و دستاوردها در داخل افغانستان نایل شده که امروز قرار هست گزارشی مختصر از این فعالیت‌ها در طول سال 2023 خدمت شما ارائه بشه و بعداً به این بپردازیم که چالش‌ها و مشکلاتی که ما تا حال داشتیم و امکان داره پیش روی ما باشه کدام موضوعات هست و به عنوان راهکارهای آینده، به عنوان دورنمایی که ما در آینده در نظر داریم، هم به بعضی از موضوعات اشاره میشه، نهایتاً بعضی از منابع در اختیار شما عزیزان قرار داده میشه که شما میتونیم خود شما استفاده کرده یا برای دوستا و عزیزان خود به اشتراک بگذاریم. و در نهایت وقت گذاشتیم برای شنیدن ایده ها و نظرات شما، سوالاتی که اگر داشته باشین و طلب همکاری کنیم از هر یک از شما به خاطر حمایت مادی و معنوی پروگرام های مختلف حرکت زنان افغان بر افغانستانی آباد. در ابتدا کارنی که خواهد بود که من بخوایم از اعضای هیئت مدیره حرکت و یا کسانی که بیشتر در عمده‌ترین فعالیت‌های برنامه سهم گرفتن. شما زیاد منتظر نمیگذارم و از خانم فهیمه امینی مسئول حرکت زنان افغان تقاضا میکنم تا خود به شکل کوتاه مختصر به معرفی بگیریم. سلام علیکم. به عرض ادب احترام دارم خدمت همه شما خواهرای عزیز. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصتی پیدا کردم که در جمع شما باشم. فهیمه امینی هستم. از پانزه حقوق علوم سیاسی پانتون هرات فارغ شدم و ماستری در بخش حقوق بین الملل از دانشگاه چپمن آمریکا گرفتم و فعلا هم در شورای روابط آمریکایی اسلامی در ایالت کالیفرنیای آمریکا کار میکنم در دفتر و در مجموع خیلی خوشحال هستم که عضو حرکت زنان افغان برای افغانستان آباد بودم و در طول یک سال گذشته همیشه یعنی بیدار بودیم از وضعیتی که زنا با او روبرو بودن در افغانستان و همیشه در جستجوی یک راه حل یا بلند کردن صدای زنان افغان بودیم. تشکر بسیار زیاد. تشکر از شما فهیمه جان عزیز. حال از آرزو جان واقف مسئول کمیته نشراتی میخوایم که خود معرفی کنه. با سلام خوش آمدید به همه دوستان عزیزی که وصل شدن. آرزو واقف هستم، از پانزه انجینری پانتون هرات فارغ شدم و مدت میشه
که از کشور دورم و در کشور ترکیه به سر میبرم. ماستری خودم هم اینجا گرفتم و خوشحالم که در این مدت 1 سال گذشته با دیگر دوستان یک جا تونستیم که واسه قدم های برداریم و انشالله که در سال آینده و در این روزهایی که پیش رو داریم با کمک دوستانی که امروز در جلسه هستن و دیگه دوستایی که به جمع میپیوندن موفق تر عمل کنیم و به پیش بریم. تشکر خیلی زیاد آرزو جان عزیز. از تهمینه جان ثبات خواهش میکنیم عضو کمیته دادخواهی حرکت تا خود معرفی بگیرم. تشکر پیروزه جان. سلام به همگی. خیلی خوشحال هستم که حضور شما قرار دارم. نام تهمینه است، تخلص من ثبات. من سال 2019 آمدم با آمریکا به خاطر ماستری خود و ادامه تحصیل و به همون ارتباط از او زمان تا به حال 2 ماستری گرفتم، یکی در بخش حقوق بین الملل و دومی در بخش مطالعات زنان و فعلا هم دانشجوی سال دوم برنامه دکترا هستم در دانشگاه مینسوتا و همچنان در کنار او تدریس میکنم در دانشگاه، عضو هیئت مدیره و همچنان بخش دادخواهی این حرکت هم هستم و خیلی خوشحال هستم که در جمع از خانم‌های خیلی با انگیزه و با پشت کار قرار دارم و انشالله که بتونیم با هم دیگه همون رقمی که به 1 سال ادامه دادیم حرکت بیشتر و بیشتر ببریم. تشکر خیلی زیاد تهمینه جان. و از رقیه جان صمیم عضو هیئت مدیره و همچنین عضو کمیته دادخواهی میخوایم که خود شکل کوتاه معرفی کنند. سلام خدمت همگی. صبح و روز و شام همگی به خیر هر کجای دنیا که هستین، در افغانستان، بیرون از افغانستان. و تشکر پیروزه جان بابت شروع کردن برنامه و واقعا خوشحالم که امروز یک تعدادی از خانم ها دور هم جمع شدیم و میخوایم که اینجا صحبت بکنیم. نام من رقیه صمیم هست. من از فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات سال 1393 فارغ شدم و یک مدت امرای پروژه پروموت در هرات کار کردم به عنوان پروژه کوردیناتور و بعد از او امرای دفتر یونما کار کردم و بعد از او در سال 2021 به خاطر ماستری به آمریکا آمدم. ماستری خود در قسمت رشته حقوق بشر بین الملل تمام کردم و فعلا به عنوان محقق و همچنان به عنوان فعال حقوق بشر در کلینیک حقوق بشر بین الملل در دانشگاه نوتردام در آمریکا مصروف کار هستم و همچنان در کنار از او فعالیت های دیگه هم دارم که از او جمله مهمترین فعالیت شامل عضو بودن در همین حرکت هست و واقعا خوشحال هستم که امروز میبینم که همگی ما دور هم جمع شدیم و میخوایم که در مورد فعالیت ها و فعالیت های بیشتر در آینده صحبت بکنیم. تشکر. تشکر از شما رقیه جان عزیز و از فریده جان رزاقی میخوایم که شکل مختصر خود معرفی کنم، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته دادخواهی. تشکر پیروزه جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همگی دوستا. خیلی خوش آمدین به برنامه امروزی. اسمم فریده هست. ما هم مثل دیگه دوستا به دانشگاه هرات لیسانس خود را تمام کردم در بخش حقوق و علوم سیاسی. استاد اراری اینجا هستن، استاد ما بودن. خیلی خوش آمدین استاد. و در سال 2021 آمریکا آمدم از طریق برنامه فولبرایت در بخش حقوق محیط زیست ماستری اول خود را گرفتم و فعلا هم مصروف دوره ماستری دوم هستم در دانشگاه کلمبیا. تشکر از همه دوستایی که به برنامه امروزی آمدن. عالی. تشکر خیلی زیاد از شما فریده جان عزیز. و در آخر نام من هم پیروزه کریمی هست، یکی از اعضای هیئت مدیره و عضو کمیته نشریاتی حرکت می باشم. خودم فارغ سال 92 حقوق و علوم سیاسی از پانتون هرات هستم و بعدا ماستری خود در رشته حقوق بین الملل تکمیل کردم و بعد از آن به برنامه‌های مختلف آموزشی و ترنینگ ها برای خانم ها اشتراک میکردم
منتها من حیث حرفه اصلی به وکالت دفاع در قضای جزایی و همچنان استاد دانشگاه در یک از دانشگاه خصوصی هرات فعالیت کردم. از بیش از 1 سال میشه که مجبور شدیم که از افغانستان خارج بشیم و من حیث یکی از اعضای تیم حقوقی در دفتر کر یا شورای روابط اسلامی آمریکایی فعالیت میکنم. جای افتخار هست که از سال گذشته تا حال من حیث عضو هیئت مدیره و من حیث یکی از اعضای تیم نشریاتی فعال باشم در جلسات. خوش آمدید عرض میکنم برای هر یک از شما دوستایی که اخیراً وصل شدین. بعد از مقدمه کوتاه و معرفی حرکت زنان افغان، ما به پای معرفی اعضای هیئت مدیره حرکت نشستیم و بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذارم. البته نکته قابل اشاره هست که باید بگم، ای که تنها اعضای حرکت به دوستایی که خود معرفی کردن منحصر نمیشه. تعدادی از خواهرای عزیز، دوستان عزیز ما داشتیم که در ابتدا حتی قبل از شروع فعالیت‌های حرکت من حیث اساسگزارا و بنیانگذارای برنامه‌ها بودن و بنابر مشکلات شخصی و یا گرفتاری‌هایی که داشتن تا قسمتی از برنامه‌ها همکاری کردن، اما تا امروز هم همکاری خود ادامه دادن و در بخش‌های مختلف به شکل مستقیم و غیر مستقیم یا پروگرام‌هایی که در خارج از افغانستان یا داخل افغانستان داشتیم با ما همکار بودن و حالی هم بعضا همکار هستن و جای جا داره از همگی اونها تشکر کنیم و ابراز امتنان کنیم. شما رو زیاد منتظر نمیگذارم. از خانم فهیم امینی میطلبم که صحبت‌های خود شروع کنن و به ارائه گزارش مختصر از فعالیت‌های حرکت بپردازن. فهیمه جان. تشکر پیروزه جان. بله درسته، من در این بخش به شکل مختصر بعض فعالیت هایی که ما در طول سال انجام دادیم ارائه میکنم. اگر شما سوالی داشتین میشه که در آخر برنامه باز بپرسین و کوشش میکنیم که جواب سوال های شما رو بدیم. سلاید ها میشه که شما تیر بکنین پیروزه جان. در قسمت فعالیت ها و دستاورد هایی که در طول 1 سال داشتیم ما مختصرا اینجا ذکر شده. فعلا در مورد ساختار و تشکیلات صحبت میکنم، فعالیت‌های دادخواهانه، فعالیت‌های علمی فرهنگی، فعالیت‌های نشراتی و فعالیت‌های اجرایی که ما در طول 1 سال انجام دادیم. در قسمت ساختار و تشکیلات حرکت مهمترین کاری که ما انجام دادیم این بود که اساسنامه حرکت تهیه و ترتیب بدیم. اساسنامه ما 4 فصل و 26 ماده داره و به زبانهای پشتو و انگلیسی ترجمه شده. فصل اول از احکام عمومیه که مقدمه و مبنا و نام و دورنما و ارزش ها و مقر و امثال هم است. فصل دوم اهداف و فعالیت های حرکت ذکر شده در و فصل سوم ساختار حرکت است که شامل هیئت مدیره، هیئت اجرایی و کمیته های حرکت میشه و فصل چهارم احکام متفرقه است که شامل تعدیل اساسنامه و منابع مالی میشه. ما به شکل هفته‌وار جلسه داشتیم و دانستیم که یعنی بیشتر کمیته های نشراتی دادخواهی ما فعالیت های زیادی داشتن در طول 1 سال و ما تونستیم که طرزالعمل های هر دو کمیته را آماده بکنیم و مطابق با او کمیته های فعالیت کنند. اولین مورد اینجا اقدام به درج شکایت در محکمه بین‌المللی عدالت و کمیسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان است که به خاطر محرومیت هایی که زنان افغان با اون مواجه هستند و از حقوق خود محروم شدن. با کمک دانشگاه نوتردام، کلینیک حقوق بشر دانشگاه نوتردام، ما تونستیم که این مسئله مطرح بکنیم و بعد از دادخواهی ها تونستیم که علاقه اونا را به این قسمت توجه علاقه اونا جلب بکنیم و بالاخره اقدام مقدم چینی های ابتدایی شده و انشاءالله در سال 2024 ما شکایاتی که داریم هم به محکمه بین‌المللی عدالت و هم کمیسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان ارسال میکنیم. خانم رقیه صمیم که در دانشگاه نوتردام کار میکنن
این فعالیت بیشتر پیش میبرن. در مورد بیانیه اعتراضی بوده که ما با دادخواهی هایی که انجام دادیم تونستیم که شورای روابط آمریکایی اسلامی را با خبر بسازیم از وضعیتی که زنان در افغانستان دارن و با حمایت اونا تونستیم که یک بیانیه اعتراضی نشر کنیم در وبسایت ای شورا و همچنین خود رئیس و معاون شورای روابط آمریکای اسلامی هم بیانیه اعتراضی خود نشر کردن در این وبسایت. بعد از برگزاری کنفرانس هایی که ما کنفرانس های متعددی برگزار کردیم، کنفرانس ها و میزگردهایی که در رو صدای زنای افغان بلند کردیم و از وضعیت زنان در افغانستان گفتیم، از جمله کنفرانسی بوده که در در مرکز عدالت دانشگاه نیاگارا در ایالت نیویورک آمریکا به توسط فریده جان رزاقی برگزار شده بود. کنفرانس های دیگه هم که ما برگزار کرده بودیم، کنفرانسی بوده که در مورد وضعیت زنان در افغانستان در از گفته شده بوده و در مجموع خود کنفرانس در مورد حفاظت از تمام حقوق زنان در جهان در حال توسعه بوده و خانم رقیه سمیم و تامین ثبات در اونجا سخنرانی کرده بودند. و کنفرانس دیگه هم که در دانشگاه مینسوتای ایالت مینسوتای آمریکا برگزار شده بود، او هم در مورد زنان افغان و نقض حقوق اونا صحبت شده بود و خانم تامین ثبات و برنامه پیش برده بودن. و همچنان با اعضای هیئت مدیره تونستن که با همکاری گروه فولبرایترهای افغان یک عریضه دادخواهی را تنظیم و ترتیب بکنن و باز بعد از او عریضه دادخواهی با نشری که شده بود تونسته بود که 40,000 امضا به دست بیاره. موضوع دیگه در همکاری با گروه فولبرایترها، باز مجددا با گروه فولبرایترهای افغان یک بیانیه دیگه ترتیب شده بود که در از موضوع عنوان من با زنان افغان میستم بوده و بعد از این بیانیه دادخواهی به نهادهای بین المللی و رسانه ها و دانشگاه ها ارسال شده بود که از جمله نهادها میشه که سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هم ذکر کرد و همچنین به بیشتر از 100 دانشگاه در آمریکا و اروپا ارسال شد و رسانه ها از جمله BBC و بلنبورگ و امثالها. در قسمت فعالیت های اجرایی، آرزو جان اگر زحمت بکشن که معلومات صحبت کنن به این بخش. با سلام مجدد خدمت دوستان که جدیداً وصل شدن. در قسمت برنامه اجرایی ما دو بخش داشتیم. یکی بخش که در داخل خود حرکت در واقع اجرا می شد و یکی بخش داشتیم در قسمت ساحه، یا میشه گفت در داخل افغانستان، که در قسمت ساحوی از او فعالیت عمده ما که بود ایجاد 2 صنف دخترانه در یک از ولایت افغانستان در 2 منطقه مختلف. برای تعداد از دختران بود که دخترها برای از اینا ما 2 نفر استاد با 2 نفر از استاد هماهنگی کردیم، مکان برای از اینا کرایه شد و در این زمان برای از اینکه درس از اینا با درستی پیش بره برای قرطاسی ترتیب داده شد، قرطاسی خریداری شد و اینا به مدت 6 ماه تونستن که صنف 7 رو ختم کنن، که البته صنف 7 از گروه اولی ما ختم شده
انشالله به زودترین فرصت سعی میکنیم که صنف هشتم از این آغاز بشه و از گروه دوم ما صنف هفتم هنوز جریان داره و روزهای آخر خود میگذرانند که در این مورد خب با چالش های مختلف مواجه بودیم. بعضی از اونا صحابی بودن و بعضی دیگه در داخل خود حرکت بود و روی از دوستا حتما صحبت میکنن. و بخش دوم فعالیت های نشراتی ما بود که در داخل خود گروه تیم نشراتی ترتیب شد و بعدا صفحات اجتماعی برای خود بخش نشرات ترتیب یافت، مثل صفحه فیسبوک، اینستاگرام و خود چینل یوتیوب ما که کنفرانس قبلی هم که برگزار شده در سال گذشته ویدیو کامل از در داخل کانال یوتیوب ما هست و دوستا هر زمان که خواسته باشن میتونن ببینن. و همچنین در داخل صفحات اجتماعی ما موضوعات متفاوته اونجا به نشر میرسید، از جمله کارهای دادخواهی که انجام میگرفت، گزارشات از اونا و لینک مقالاتی که دوستان در هیئت مدیره نوشته کردن و نشر کردن، لینک از این مقالات. و به این ترتیب در قسمت حقوق و قوانین بین الملل، خصوصا بخش که در حمایت از خانم ها بود، پست‌های نشر شده و در جدای از اینا برای تنوع و برای از که مفید واقع بشه برای همگان، بخش‌های معرفی کتاب داشتیم و در زمانهای مثل ایام رمضان و عید و اینا مطالب مرتبط به در همون وقت. ای بوده که اعضای هیئت مدیره در کمپاین بزرگ جمع‌آوری کمک‌های نقدی به آسیب دیدگان نقش فعال داشتند که از طریق جامعه هراتیان مقیم آمریکای شمالی برگزار شده بود و همچنین یک فراخوان ترتیب و نشر کرده بودند که در رزو به خاطر مسئله زلزله در هرات مطرح شده بود و از همه کسایی که فراخوان می دیدن خواسته شده بود که به زلزله زدگان کمک های مالی بکنن. و حال میایم سر فعالیت های و دستاورد های علمی فرهنگی که ما تونستیم که دوره های آموزشی و مربیگری را برای علاقمندانی که کسایی که علاقمند بودن به بورسی های تحصیلی درخواست بدن تدارک ببینیم. در رزو خانم فریده جان رزاقی نقش داشتن، دوره های چندین روزه را برگزار کرده بودند و به اشتراک کنندگان که بیشتر از 150 محصل بودند نحوه پیدا کردن بورسی های تحصیلی و درخواست دادن بورسی های تحصیلی را آموزش میدادن. و آخرین موضوعی که در بخش علمی فرهنگی هست مسئله نشر بعضی از مقاله های علمی یا تحلیل حقوق سیاسی بود در وبسایت های مختلف که اعضای هیئت مدیره انجام داده بودن. از جمله من چند تا اینجا ذکر میکنم. حقوق زنان افغان به عنوان ابزار چانه زنی طالبان برای به رسمیت شناختن بین المللی، جنگ و خروج آمریکا از افغانستان چه تأثیری بر حقوق زنان افغان داشته است، زنان افغان و مبارزاتشان برای همبستگی فراملیتی فمینیستی و همچنین چند مقاله دیگه، 2 مقاله دیگه که قرار است که در سال 2024 نشر بشن که باز با شما معلومات را شریک میکنیم بعد از نشر. اینا مختصرا موضوعاتی بود که در مورد فعالیت ها و دستاورد های حرکت بودن. حالا میایم بخش چالش ها که به شما پس دوباره واگذار میکنم. پیروزه جان. تشکر خیلی زیاد فهمه جان عزیز از بابت توضیحات شما، هرچند که به نحوی 1 سال فعالیت و تلاش و همفکری در چند دقیقه کوتاه و مختصر و عنوانوار تونستیم که جمع کنین و بیان کنین. واقعیت این هست که از ابعاد مادی و از ابعاد مشارکتی و از ابعاد انسانی، از تمام ابعاد
به تحقق رساندن یک فعالیت در خارج افغانستان و خصوصا تحقق بعضی از برنامه‌ها در داخل افغانستان مخاطرات و چالش‌های خود داره. به این خاطر امروز در این مجلس به نحوه ما کوشش کردیم تا درد دلی کنیم، تا نظرخواهی از شما داشته باشیم و شما به جریان بگذاریم که به انجام رساندن فعالیت‌ها و این برنامه‌هایی که حرکت روی دست داشته و حال هم روی دست داره بدون چالش نیست. خانم تهمینه جان ثبات در مورد چالش هایی که فراروی فعالیت های حرکت بوده و هست اشاره خواهند کرد و انشالله به اطلاع و شما به جریان بگذارم. تهمینه جان. تشکر پیروزه جان. تشکر فهیمه جان و رضا جان از معلوماتی که ارائه کردین، لطف کردین. در قسمت چالش ها هیچ کار بدون شک که بی چالش نیست و هیچ حرکت و هیچ موجی که آغاز شده آسان نبوده و به خاطر من خوشحال هستم از قدر فعالیتی که انجام شده با تمام مشکلات، با تمام چالش هایی که همیشه حرکات مثل این در آغاز خود با مواجه میشم. از این جمله چالش ها اگر مواردی را که مهمترین مواردی که بوده که بیشتر حس شده چند تایی را یادآوری بکنیم، یکی از این جمله در صدر همه مخاطرات امنیتی قرار میگیره. نظر به اینکه کار حرکت کار بسیار حساسی هست، کار در زمینه زنان در حالتی که کشور ما تحت اثر یکی از گروه هایی است که به شدت ضد زنان و ضد حقوق و ضد عدالت و ضد مساوات هست، فکر میکنم مخاطرات امنیتی در سطح بدون شک قرار میگیره. در هر بخشی که حرکت فعالیت انجام داد، چی در مسائل دادخواهی بوده، چی در قسمت کارهای اجرایی که در داخل افغانستان صورت گرفت. تهمینه جان در یک لحظه قطع شدن، اما تا وصل مجدد اونها این مسئله اشاره میکنم که هر سوالات، دیدگاه و نظرات شما بسیار ارزشمنده، ما قوت میبخشه، راه برای ما روشن میکنه و بسیار مهمه که از نظرات و دیدگاه های شما ما مطلع بشیم. بعد از ارائه بعضی از موضوعات در اخیر انشالله وقت کافی داریم برای گرفتن سوالات شما و نظرات شما و همچنان اگر هر کدام از شما من حیث راه حل و راهکارهای در نظر داریم و یا ایده و ابتکارات در نظر داریم که اونها رو میخوایم شریک بسازیم. فهیمه جان امینی اگر شما لطف کنین در قسمت پیش برده این موضوع هم کردی کنین. میشه در مورد دورنما صحبت بشه، باز پس دوباره به چالش ها برمیگردیم. از فریده جان رزاقی میخوایم که به دورنما و قدم‌های بعدی حرکت که در پلان داره اشاره کنن. بسیار جالب و یعنی هیجان انگیزی که بشنوین و فکر کنیم که ما میتونیم به کدام دستاوردهای دیگه دست پیدا کنیم، به کدام قله ها برسیم و موجب انگیزه و تحرک بیشتر میشه. اگر لطف کنین فریده جان. میوت هستن فریده جان. میبخشین من متوجه نشده بودم. تشکر پیروزه جان. در قسمت دورنمای حرکت، این قسمی که ما در خود اساسنامه حرکت داریم، یک افغانستانی آباد با زنان آگاه و توانمند و این قسمی که معلوم میشه از خود این فریز، هم در دو بخش ما مشخصا کار میکنیم، همی که در قسمت توانمندسازی زنان و همون کپاسیتی بیلدینگ از اونا و هم دادن یک رول و یا بولد کردن رول زنان به خاطر آبادی افغانستان و رایج داشتن افغانستانی که همگی ما آرزوی از او داریم. به این خاطر کارهایی که ما از این به بعد قرار است انجام بدیم و در سال آینده و در زمانهای بعد از او روی این دو چیز بیشتر فوکس میکنه.
و ما در هر قسمت از کارهایی که دوستا بیشتر صحبت کردن در قسمت نشراتی، در قسمت دادخواهی و دیگه مسائل کوشش کردیم که برنامه‌ای برای سال بعدی داشته باشیم که از این طریق بتونیم بیشتر به ویژنی که خود حرکت داره به اون نزدیکتر بشیم. اولین قدمی که ما بیشتر کمک میکنه که کارهای حرکت منسجم‌تر بسازیم و اپلای بکنیم بعضی از کمک های مالی یا فندهایی که برای برنامه ها و برای برگزاری برنامه های حرکت بر ما کار آسان‌تر میسازه. ثبت حرکت هست به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی غیر دولتی که همین قسمی که گفتم باعث میشه بیشتر ما بتونیم کارهای حرکت گسترش بدیم، چون در سال گذشته خیلی از کارهایی که صورت گرفت به شکل غیر رسمی از او پیش رفت، به این لحاظ که ما کوشش کردیم بعضی از این برنامه ها را از طریق ارتباطات شخصی که داشتیم، حتی در قسمت منابع مالی بعضی از دوستایی که در خود حرکت هستن به او سهم شدن و بعضی از دوستایی که ما در کشورهای مختلف داریم به این همکاری کردن. به خاطر ثبت حرکت اولین قدمی است که ما میتونه به اهداف نزدیکتر بکنه. موضوع دوم قسمی که بیشتر هم یک اشاره رساندم، ما به این نتیجه رسیدیم بعد از برنامه هایی که برگزار شده است که ما اگر بتونیم به یک منابع مالی منظمتر و ثابتتر دسترسی داشته باشیم بیشتر کمک میکنه که فعالیت های حرکت یک توسعه بیشتری پیدا بکنه، مخصوصا مکاتب خانگی. فعلا بعضی از دوستان ما از کشورهای مختلف همکاری میکنن در قسمت مصارف از و همچنین در شروع هم بعضی از دوستانی که در خود حرکت بودن در این قسمت همکاری کردن و کارها طالب به شکل خیلی خوب از پیش میره، ولی تقاضا چون زیاد هست و صنوف بیشتر ما میخوایم برگزار بکنیم. همین قسمی که بیشتر آرزو جان هم گفتن، در این قسمت هم منابع مالی کمک میکنه و هم خود هدف ما در قسمت گسترش مکاتب خانگی یکی از استپ‌هایی است که ما در ماه‌های آینده به این تصمیم داریم که روی کار بکنیم. و خوبی است که دوستانی که در این صنف‌ها شرکت کردن، شاگردایی که شرکت کردن یا حتی اساتیدی که داریم خیلی علاقه‌مند هستن به گسترش برنامه‌ها و این چیزی است که ما بیشتر موتیویت میکنه که بتونیم روی کار بکنیم. موضوع دیگه که ما روی از برنامه روی دست داریم مهارت آموزی برای خانم ها هست، مخصوصا برای خانم هایی که به طور مثال در قسمت انترپرنورشیپ و یا بعضی از کارهایی که شاید در خانه انجام دادن از راحت تر هست برای از اونا در اون قسمت مهارت هایی که ضرورت هست کوشش میکنیم به شکل حضوری برای از اونا تدریس بشه و همون فضای برابر بشه که بدون ای که اونا به مشکل بر بخورن در قسمت دسترسی به این منابع از او صنوف مستفید بشن. موضوع بعدی در قسمت کارگاه توانمندسازی اقتصادی زنان هست و یا حتی منابع مالی به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان که از اون جمله ما تصمیم داریم که برای خانم هایی که خود از اونا مهارت های به خاطر بعضی از کارها به طور مثال خیاطی و بعضی از کارهایی که راحت‌تر شاید هست فضا بر خاطر انجام دادن از او بتونیم در قسمت از اینکه چه قسم بتونن همو تجارت کوچک خود را گسترش بدن، چه قسم منابع مالی بتونن دسترسی پیدا کنن خود از اونا و یا از طریق ما و بعضی نهادها در این قسمت هم در قسمت ترینینگ از او هم در قسمت از اینکه کمک بکنیم در اون راستایی که اونا به هدف برسن. یکی از اهداف دیگه هست که ما در امسال و ماهای آینده بخیر روی دست داریم. موضوع دیگه هم که رقیه جان بیشتر صحبت کردن، فهیمه جان صحبت کردن و رقیه جان مسئولیت از بیشتر روی دست دارن، طرح دعوا در محکمه بین المللی عدالت هست که از طریق قضیه با همکاری بعضی از نهادهای بین المللی به خاطر دادخواهی به خاطر زنان افغان در اونجا قرار است که دعوا باز بشه و بیشتر هدف و جنبه از جنبه گرفتن ادوایزری اپینین یا به حمایت محکمه بین المللی عدالت با صادر کردن یک ادوایزری اپینین هست که ما روی دست داریم. و چیزی است که همگی ما واقعا خیلی زیاد فعلا هم اکسایتد هستیم و هم خیلی علاقه‌مند هستیم که این کار بتونه که به زودترین فرصت جواب یا نتیجه مثبت داشته باشه، چون این میتونه که بعضی از کارهایی که در سطح بین الملل انجام میشه از طریق کشورها سوق بده به یک طرفی که
بتونه مفید باشه برای زنان افغان و به خاطر عدالت خواهی به خاطر اونا. موضوع دیگه که ما در قسمت نشریاتی و گسترش اوتریچ برنامه داریم ایجاد وبسایت هست و ای که ما بتونیم از طریق وبسایت به شکل منظم و به شکل استانداردتر از این منابعی که بقیه خدمت خانم ها هست در اونجا شریک بکنیم و همچنین این میتونه بر ما کمک بکنه وقتی ما به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان برنامه هایی که داریم راحت تر برای دونرها باشه که بتونن ببینن پروژه هایی که در حال حاضر داره انجام میشه و همچنین کارهایی که در آینده قرار است ما رو دست داشته باشیم و هم برای کسانی که میخواین بیشتر از کارهای حرکت با خبر باشن و خود از اونا سهیم بشن فرصت هایی که به خاطر اشتراک دیگران هم وجود داره رو بتونیم در اونجا ما بیشتر نشر بکنیم و در پلوی از او کار بیشتر روی صفحه که ما در سوشال میدیا فلان هم داریم و آرزو جان در مورد از اونا صحبت کردن در قسمت از اون بیشتر در این ماهای آینده تلاش داریم که کار بکنیم. و موضوع آخری است که ما دوستایی که فعلا در حرکت هستن همگی اسنا بیشتر دوستایی که قبلا هم صحبت کردن از بعضی از فعالیت‌های شخصی، فعالیت‌های درسی و تحصیلی و کاری خود قربانی دادن که بتونن بعضی از این برنامه‌ها رو به پیش ببرن. ما کمتر از همه ولی دیگه دوستا خیلی بیشتر به این سعی بودن. به این خاطر ما تلاش داریم که بتونیم اعضای حرکت گسترش بدیم، بیشتر جذب کنیم نیروی که بتونیم کارهای بیشتر انجام بدیم، چون هر چقدر تعداد زیادتر باشه میتونیم به اشخاص بیشتری برسیم. ایده های بیشتری هست، توانایی های بیشتری هست. همین قسمی که در طول سال گذشته هر کدوم ما کوشش کردیم از ارتباطاتی که داشتیم یا از طریق بعضی از شاید اسکل هایی که میتونستیم یا کارهایی که میتونستیم انجام بدیم، کارهایی رو انجام دادیم. فکر میکنیم که اگر این تعداد زیادتر بشه خیلی میتونه مفید باشه. به این خاطر اعضای بیشتر برای حرکت جذب کردن و همچنین به خاطر کمیته های شاید زیادتر و یا گسترش کمیته های فعلی کاری است که ما در نظر داریم به خیر انجام بدیم. و خیلی خوش هستیم که دوستای امروز هستن و امیدوار هستیم کسای دیگه هم باشن که علاقه‌مند باشن به خاطر اینکه در کارهای حرکت سهیم باشن. این بعضی از موضوعاتی بود که ما فعلا برای ماهای آینده در نظر داریم، ولی مطمئنا بعضی از برنامه‌های دیگه هم هست که شامل از این لیست فعلا نیه، ولی ما به خاطر از اینکه هنوز کمی کانکریت جایی نداریم به خاطر از اون فعلا اونا رو ذکر نکردیم. حداقل برای 6 ماه آینده می برنامه‌ای است که ما داریم. خیلی زیاد تشکر پیروزه جان و همگی دوستا که گوش کردید. تشکر از شما فرده جان رزاقی که تقریبا به شکل همه جانبه اشاره کردن به قدم‌های بعدی که ما داریم، چه در بخش مکاتب خانگی یا ثبت حرکت یا ایجاد وبسایت یا برنامه‌های اجرایی که در افغانستان از بعد اقتصادی برای خانم‌ها قراره که اجرا بشه و همچنین برنامه‌های دادخواهی که مهمترین از او اقدامات بعدی در ICG یا محکمه بین‌المللی عدالت هست. بسیار تشکر. از تحمین جان ثبات میخوایم که به ادامه موضوعاتی که بیشتر صحبت میکردن در مورد چالش هایی که روی فعالیت های حرکت بوده و هست صحبت کنن و بحث خود تکمیل کنن. تحمین جان ثبات. سلام. ببخشید دیگه من فکر میکنم بهترین شیوه و نحوهی بود که میشد که سلاید مربوط به چالش ها رو شروع بکنیم با چالش اینترنت و موضوع خیلی عجیبی که با آمریکا هیچ وقت برق نمیره به جریانه که سلاید چالش ها معرفی میشد برق به یک مشکل پیش آمد به یک لحظه و تا که دوباره وصل شدم. خیلی ببخشید. در مورد مخاطرات امنیتی صحبت میکردم که یکی از موضوعاتی است که در صدر لیست چالش ها قرار داره، مخصوصا در ارتباط به یکی از عمده ترین فعالیت هایی که حرکت انجام دادن و ایجاد صنف های مخصوص دختران در داخل یکی از ولایت های افغانستان هست که یکی از معضلات و مشکلات به خاطری که حساسیت از او برنامه خیلی زیاد است و ای که در رابطه به حق تحصیل و مواردی که در رأس ممنوعیت
کار طالبان قرار داره فعالیت اجرا میشه. تشویشات امنیتی، مخاطرات امنیتی بدون شک به وضوح موجود بوده و تمام تلاشی که حرکت انجام داده در تمام این مدت، البته نه تنها محدود به همون یک برنامه، در تمام برنامه‌های دادخواهی، حتی اگر نوشتن مقالات بوده، اگر برنامه‌های دادخواهی دیگری بوده، اگر مشکلات از افغانستان بیرون کسایی که خود از اینا دادخواهی ها میکردن، مشکلات و خطرات امنیتی، تشویشایی که دوباره آیا ما به افغانستان میتونیم بر بگردیم یا نه، یعنی یک مجموعه ای که نه تنها در اعضای خود حرکت با مشکلات و مخاطرات امنیتی همیشه مواجه بودن، بلکه کسایی هم که در داخل افغانستان برای ما همکاری میکنن، برنامه ها رو با وجود تمام این مشکلات امنیتی پیش میبرن، اساتیدی که ما داریم که به شرایط خیلی ضیق کار میکنن، تماما همیشه تشویشات و مخاطرات امنیتی وجود داشته و کاری هست که تا اندازه ای از توان حرکت هم بالا هست که کلا نفی بکنه این موارد، اما در مواردی هم با اقدامات خیلی مناسبی کوشش کردیم که خطرات تا حد امکان به حالتی که مینیمایز بشن بیاریم. مثلا از شریک سازی خیلی از معلومات جلوگیری شده، از شریک سازی و نشر کردن عکس و غیره و غیره ای که در جاهایی که ضرورت نبوده جلوگیری شده، ولی این موضوع به صورت ملموس وجود داشته همیشه. محدودیت دومی که حرکت به او مواجه شده محدودیت مالی هست. یکی از مواردی که من خیلی خوشحالم هستم و در این زمان باعث ایجاد بعضی مشکلات هم برای ما شده همی است که حرکت از اول که شروع شد به نحوی شروع شد که ما برخلاف او حالت انجیو شدن که در 20 سال گذشته به افغانستان بودیم، به حالت پروژه گرفتن همگی مخالف بودن. تمام اعضای هیئت مدیره و همچنان یک اصل شد به حرکت که ما میخوایم برخلاف او کاری که به 20 سال گذشته انجام شده بود به صورت رضاکارانه همگی یه حرکت شروع کرده بودیم و همون رقم خواستیم حفظ بکنیم تا جایی که ممکن بوده باشه. حرکت کوشش کرده که به کسایی که خیر بودن کدام دونیشنی داشتن، یک مقدار کمک های فردی، کمک های خود اعضای، بعضی از یکی دو نفری از اعضای خود هیئت مدیره تا جایی که توانستن در قسمت پیش برده صنفایی که ما داریم به داخل افغانستان یا بعضی موارد خرد و ریزه دیگری که به مسائل مالی محدود میشد کمک های انجام دادن و به همون طریق پیش رفته. این از یک لحاظ خوب است که برخلاف او چیزی که تجربه تلخی که افغانستان داره پیش رفته کار حرکت تا به امروز، هم رضاکار و هم کمک های خیرها، و در یک حالت دیگه باز یک جنبه منفی هم داره که بعضی از موارد عمده تر و پلان های کلانتری که مثلا حرکت روی دست میگیره، گاهن همیشه سوال اول که به وجود میاد است که آیا ما منبع مالی برزی داریم یا نه. این یکی از مشکلات دیگری هست که دست و پنجه نرم میکنیم در طول همی یک سال گذشته هم رازو. کمبود نیروی بشری موضوع دیگری هست که پیش روی کار حرکت همیشه وجود داشته. تمام اعضای حرکت، نه تنها قسمی که بیشتر گفتن چون حرکت خلاصه به اعضای هیئت مدیره نمیشه، خیلی از کسای دیگری هستن که از به جنبه های مختلف حرکت کمک میکنن، بنان اعضای حرکت به هر حالت در کنار حرکت کارا و مسئولیت های درسی و کاری خود هم هر عضو حرکت که بوده داشتن و این باعث از این میشه که گاهن فشار خیلی زیادی از لحاظ روحی اگر بگیم، از لحاظ تنظیم کار و وقت همگی اگر در نظر بگیریم روی اعضای حرکت میایه و به همون خاطر هم علاقه‌مندی خیلی زیادی وجود داره که چون با تمام این مشکلات اعضای حرکت همیشه کوشش کردن تمام این دستاوردهایی که یک چکه از او امروز معرفی شد برای شما را انجام بدن، اما هنوز هم علاقه‌مندی به این وجود داره که اعضای بیشتری را ما داشته باشیم، شما کسایی که بیشتر حتی از داخل افغانستان باشن، وقت بیشتری مثلا بتونن روی کارهای حرکت بگذارن. این علاقه‌مندی همیشه وجود داشته و به همون خاطر هم جزء یکی از مواردی هست که ما روی از او بخوایم بیشتر تمرکز کنیم به پلان و اهداف آینده خود که اعضای بیشتر را جذب بکنیم. معضل مهاجرت خود کسایی که اعضای حرکت هستن یک مورد دیگری هست که همیشه
استاتوس و مسائل حقوقی کسایی که در حرکت شامل هستن یک موضوعی است که گاهن باز داشته اعضای حرکت از که بتانن به صورت کامل و به صورت 100% امور رقمی که علاقمندی وجود داشته بتانن وقت خود و خدمات خود ارائه بکنن و بگذارن به اختیار حرکت. گاهن محدودیت هایی را خود این موضوعی مهاجرت ایجاد میکنه، کارهایی را به خاطر مسائل مهاجرتی خود از حرکت انجام داده میتونن. بعضی وقتا مثلا به گرانت اگه وجود داشته باشه به کدام تسهیلات دیگری باشه، گاهن به خاطر این مشکلات و این سوال حقوقی که وجود داره نمیتونه حرکت به اون قسمت اقدام بکنه. این معضلای حقوقی وجود داره. و مورد بعدی دیگر هم که فکر میکنم کم مرتبط میشه به این ثبت رسمی و حقوقی حرکت هست که تا به حال به دلایل مختلف که وجود داشته، به خاطر از اینکه اولا در ثبت حرکت در آمریکا یک کار خیلی بزرگی هست که تقریبا برای چند نفری یک تایم فول تایم وقت میگیره برای چند ماهی که این کار انجام بدن. به خاطر کمبود وقت، به خاطر همین موارد قبلی که یادآوری شد، محدودیت‌های نیروی بشری و غیره، تا هنوز حرکت ثبت نشده. ولی خب این به اجندای حرکت هست که به صورت رسمی به سال جاری انشاءالله ثبت بشه حرکت، و این باعث میشه که باز مسئولیت‌های مختلف دیگری در قسمت‌های مختلف مثل اپلای کردن به مسائل مرتبط به حرکت یا به منابع مالی و غیر مالی کمک بکنه حرکت. ولی خب یک چیزی که مرا همیشه نگه داشته و همیشه اشتیاق و شوق مرا مثل روز اولی که ما شروع کردیم و یا حتی بیشتر کرده همین بوده که این چالش ها همیشه بوده. از آغاز، از لحظه اول چالش بوده، از لحظه اول مخاطرات امنیتی بوده، ولی انگیزه را هیچ وقت از بین نبرده. امو تلاش را که در کنار تمام فعالیت های دیگه خود اعضای حرکت همیشه داشتن هیچ وقتی ضربه نزده. حتی مثل همون که میگن که وقتی فشار بیشتر میاد بیشتر تشنه‌تر میشه، برای که باید بیشتر تلاش بکنم، باید بهتر کار بکنم که این چالش ها حداقل کسای دیگری به این چالش ها مواجه نشن. ما احساس به داخل این حرکت خیلی به صورت ملموس درک کردم و حس کردم و او یک نقطه خیلی خیلی پررنگی هست برای من شخصا و من مطمئن هستم برای هر عضو دیگر حرکت که تا به حال همه ما رو سر پا ایستاد کرده و حرکت تا به حال امور رقمی که ما آرزو داشتیم پیش رفته. و ما امیدوار هستیم که با درک از این چالش ها هنوز هم ادامه داشته باشه کار ما و به خیر بیشتر و قوی تر باشیم. عالی، انشالله. تشکر بسیار زیاد تحمینه جان. به شکل همه جانبه به مخاطرات جذبات امنیتی یا مالی، موضوعات داخلی یا بیرونی، موضوعاتی که مربوط به افغانستان بشه و یا موضوعات حقوقی اشاره کردین. خوشحال هستم که من حیث عضو حرکت با وجود این چالش ها با در نظر داشته تمام این موضوعات اما حرکت تونسته که بعضی از فعالیت‌های مفید را انجام بده و مؤثر واقع بشه. تشکر از اینکه بحث را ارائه کردین. از رقیه جان عزیز، رقیه جان صمیم میخوایم که بعضی از منابع مفید آموزشی که ترتیب دادن به عنوان منبعی که ما میتونیم دوستایی که علاقه‌مند باشن میتونن مستفید بشن، برنامه‌های مختلفه میشه به معرفی بگیرن و لینک های از اون هم فکر میکنم به چت باکس گروه زوم ما گذاشته خواهد شد. رقیه جان. تشکر بسیار زیاد پیروزه جان، سلامت باشین و تشکر از همگی دوستا بابت ارائه ناب. و من فقط مختصر خیلی میخوایم که چند منبع که از طرف هر کدام از ما از اعضای هیئت مدیره به نوعی در این برنامه ها دخیل بودیم، درس خواندیم یا فعلا کار میکنیم و یک نوع ارتباطی با این برنامه ها داریم معرفی بکنم. برنامه اول برنامه ماستری در رشته حقوق بشر بین الملل
یا همون LLM and International Human Rights Law است در دانشگاه نوتردام ایالت ایندیانای آمریکا و این برنامه هست که خودم از اینجا ماستری خود تمام کردم و خانم تهمینه ثبات هم از اینجا ماستری دارند. ماستری 1 ساله هست و ماستری برنامه اسکالرشیپ هست که تمام مصارف برنامه پرداخته میشه از طرف دانشگاه وقتی که اپلای بشه و سالانه 12 نفر به این برنامه قبول میشن که هر کدام از اینا از کشورهای متفاوت هستن و فعلا هم ما یکی از خانم‌های افغان به برنامه داریم که از قاضی ها بود، از قاضی های جدید ما هستن و از ولایت کابل هستن. اونا لینک برنامه هست و لینک وبسایت برنامه هست و لینکی که اپلای بکنن و لینکی که در مورد اسناد مورد نیاز برای برنامه صحبت میکنن من اینجا شریک کردم. میشه که لینک دوستان باز بکنن، یک مطالعه بکنن و اگر سوالی داشتن در مورد، من همیشه به خدمتم که به سوال ها جواب بدم. برنامه بعدی برنامه ماستری در امور جهانی هست، Master of Global Affairs، که این هم به دانشگاه نوتردام هست و این یک برنامه 2 ساله هست که بیشتر در قسمت افراد در قسمت رهبری ماهر در قسمت رهبری آموزش میده که بعداً میتونن افرادی که از این برنامه فارغ التحصیل بشن در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین بخش خصوصی فعالیت داشته باشن. و این برنامه هم کاملا اسکالرشیپ کامل داره، تمام مصارف از طرف دانشگاه پرداخته میشه و لینک برنامه و لینک اپلای کردن رم به اینجا شریک کردم. در این قسمت هم من میتونم که دوستان همکاری بکنم، اگر سوالی داشته باشن هر وقت در خدمت هستم و اگر اپلای بکنن من همیشه من و بقیه اعضا هستم اینجا که امو ریکامند بکنیم. برنامه سوم برنامه ماستری حقوق بشر در دانشگاه مینسوتا هست و این دانشگاهی است که خانم ثبات ماستری دوم خود از اونجا گرفتن و این هم برنامه ای است که دانشگاه اسکالرشیپ کامل داره و لینک برنامه رو شریک کردم. میشه که دوستان اگر علاقه‌مند هستن مطالعه بکنن و اگر سوالی داشته باشن به من یا به خانم ثبات میشه که در قسمت هم به تماس بشن. برنامه چهارم هم برنامه مطالعات جندر و زنان هست، Gender and Women Studies، که این هم در مینسوتا استیت یونیورسیتی در شهر منکاتو هست و این برنامه هم برنامه است که خانم ثبات در اونجا درس خواندن و ارتباطات دارن و میتونیم که همه و هم خانم ثبات در قسمت اپلای کردن و اسناد مورد نیاز شما همیشه همکاری و در صورت نیاز راهنمایی بکنیم. و برنامه آخر که به اینجا هست دانشگاه باز افغانستان هست که یک دانشگاه تازه تأسیس هست و در مرحله راجستر شدن هست. هنوز راجسترشن از این نهایی نشده ولی برنامه‌های آموزشی آنلاین دارن، برنامه‌های رهبری، برنامه‌های مختلفی هست داخل وبسایت. وقتی که برین برنامه‌های آنلاین و رایگان هست که دوستان میشه از او استفاده بکنن و برنامه‌های فن سخنرانی، برنامه‌های رهبری و خیلی برنامه‌های مفید دیگه در قسمت زبان هست در اونجا که به صورت آنلاین و رایگان هست. وقتی لینک وبسایت رو باز بکنین تمام برنامه‌ها و سمهای آنلاین لیست میکنه و میشه که دوستان از او برنامه ها استفاده بکنن و این با دوستای دیگه که علاقه من هستن هم شریک بکنن. اینا چند منبع بود که ماها دسترسی داریم به اونا و هر کدام ما به نوعی به این برنامه ها مرتبط هستیم و میتونیم که در قسمت اپلای کردن و در قسمت آماده کردن اسناد مورد نیاز همکاری بکنیم دوستانی که علاقه‌مند هستن. و اگر سوالی در این مورد هست ما در خدمتم و اگر در قسمت اپلای کردن در آینده هم اقدام کردن ما و بقیه دوستا همگی ما به خدمت هستیم که همکاری داشته باشیم. تشکر تشکر از شما رقیه جان عزیز با
معلومات مفیدی که شریک ساختیم. تشکر از فهیمه جان که لینک ها رو گذاشتن به چت باکس. امیدوار هستم که دوستایی که اشتراک کردن در این برنامه لینک ها رو دریافت کنن یا با کسایی که میشناسن و امکان داره که علاقه‌مند باشن شریک بسازن و اگر خود شما بتونن از این استفاده کنن بسیار مفید و مؤثر هست. این حداقل چیزی هست که ما میتونیم معلومات یا منابعی که به اختیار ما قرار میگیره یا به نحوی میتونیم کار بکنیم به همدیگر بین همدیگر شریک بسازیم و امیدواریم که به هر صورت بتونه مفید مؤثر واقع باشه برای رشد بالاخره یکی از حتی یک نفر هم ارزشمند و جایگاه خود داره. بسیار تشکر رفیق جان. دوستای عزیز و گرامی، در تقریبا در بخش دوم یا بخش نهایی برنامه قرار دارین و در این بخش نوبت شنیدن از شما هست که نظرات شما رو بشنویم. اگر کسی سوال داره سوالات شما رو بشنویم و همچنان ای که پیشنهادات و نظراتی که داشته باشین. ما مشخصا میخوایم یادآوری کنم هر دوستی که هر اشتراک کننده عزیزی که علاقمند همکاری در هر یک از کمیته ها یا در فعالیت های حرکت هست لطفاً نام یا مشخصات خود در چت باکس نوشته کنن. اگر دوست ندارن به اینجا به شکل شخصی در گروه حرکت پیام بگذارن و یا به شکل شخصی همراه فهیمه جان امینی و یا میایی هر یک از اعضای هیئت مدیره معرفی کنن. حداقل اگر شما هفته‌ای 30 دقیقه، هفته‌ای 60 دقیقه اختصاص بدین به برنامه‌ای که کمک میکنه برای خواهرای شما، برای خواهرای ما و شما و برای خانم ها دخترای افغان بسیار مفید و مؤثر میشه. بر ما جای افتخار خواهد بود اگر هر کدام از اعضایی که اشتراک کردن دیدگاه و نظر خود در حداقل شریک بسازن و اگر در هر بخش خواسته باشن که همکاری کنن یا اونها هم منابع به اختیار داشته باشن با دیگه خانوما شریک بسازن و یا حداقل معرفی باشه و ای که چرا امروز به برنامه، یعنی احساس از اونا و نظر از اونا در مورد برنامه امروز چی است. به پایان آمدین. دفتر حکایت همچنان باقی است. تشکر میکنم از حضور هر یک از شما، از نظریات و دیدگاه های ارزشمند شما و از موضوعاتی که به موجب انگیزه و موجب پشتکار بیشتر اعضای حرکت شده. امیدوار هستم که در روزها، در ماه‌های آینده حرکت بتونه همه قسم که در گذشته فعالیت داشته به شکل موثرتر، باقوتر به برنامه ادامه بده. البته کوشش ما بری هست که چه در صفحات مجازی و چه در گروه حرکت بتونیم مسئله گزارش‌دهی فعالیت‌ها به شکل جدی‌تر و مفصل‌تر از گذشته ادامه بدین. بر ما بسیار خوشایند و ارزشمند خواهد بود که همیشه از نظرات دیدگاه شما بهره مند بشین و اگر هر یک از دوستا پیشنهاد یا ابتکار و دیدگاهی دارن که میتونه به نفع خانم‌های افغان باشه، چه در خارج افغانستان خصوصا داخل افغانستان، از این که امروز وقت خود اختصاص دادن به این برنامه و به مدت 90 دقیقه همراه ما بودین و این جمع پربار ساختین، از هر یکی تشکری میکنم و سپاسگزاری میکنم. خداوند به توفیقات هر یک از جمع ما بیفزاید. هر خواهر، هر عزیز که در هر برنامه فعالیت میکنن و میخوان که کار را انجام بدن، خیر و برکت همراه کار از اونا یک جا بسازه.